الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه امروز میپردازم به بیان یکی دیگر از مراحل سیر و سلوک به طرف الله متعال. در مرحله قبل با توبه همراه بودیم، مطالبی رو در این زمینه خدمت شما عرض کردم. بعد از توبه مرحله دیگری وجود دارد به نام انابت. انابت یعنی بازگشت با تمام وجود، با قلب و قالب، همه تن برگشتن به طرف الله متعال. به تعبیر شرعی و تعبیر قرآن انابت کردن و رجوع کردن به طرف الله متعال. الله متعال همان گونه که به توبه کردن دستور داده، به انابه هم دستور داده. و انیبوا الی ربکم، با تمام وجود به طرف پروردگارتان بازگردید. و بهترین انسانها و پیامبران الله متعال بزرگترین توبه کنندگان و بزرگترین منیبین بودند به طرف الله متعال. الله متعال در مورد حضرت داود علیه السلام می‌فرماد: فاستغفر ربه و خر راکعا و اناب. حضرت داود علیه السلام طلب مغفرت کرد از پروردگار خودش و به رکوع رفت و انابت کرد به طرف الله متعال. و آنهایی که اهل انابت هستند، اهل بازگشت به طرف الله متعال هستند، پروردگار به آنها بشارت و مژده داده: والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشری. آنهایی که از طاغوت دوری کردند و عبادت نمی کنند طاغوت را و به طرف الله متعال بازگشتند، مژدگانی هست برای آنها. انابت دو گونه هست. یک انابت و بازگشتی انابت عمومی هست، انابت به طرف ربوبیت الله متعال، پروردگار بودن الله متعال. یک انابت عمومی که کاری به مسلمان و کافر ندارد، بلکه تمام انسانها رو در بر میگیرد. آنگونه که الله متعال در قرآن کریم میفرماد که و اذا مس الانسان ضر دعوا ربهم منیبین الیه. الله متعال میفرماد و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین الیه. وقتی که به مردم اعم از مسلمان و کافر ضرر و زیانی برسد، باز میگردند به طرف الله متعال و با انابه و بازگشت طلب دعا میکنند و صدا میزنند پروردگارشان را. انابتی دیگر مخصوص اولیاء الله متعال هست، مخصوص مسلمانانی هست که اعتقاد به الله متعال دارند، اعتقاد به الوهیت الله متعال دارند. این بازگشت یک بازگشت عبودیت هست، بازگشت همراه با محبت هست. و این انابت در واقع شامل محبت هست، در کنار و همراه خضوع و خشوع و فروتنی هست، همراه با اقبال به طرف الله متعال و اعراض از دیگران هست، روی آوردن به طرف الله و روی گردانیدن از غیر الله. وقتی که این چهار نقطه یعنی محبت و خضوع و اقبال به طرف الله متعال همراه با اعراض و روی گردانی از دیگران باشند، این در واقع چنین انسانی که این صفات را داشته باشد، این انسان منیبی هست، یعنی کسی هست که بازگشته به طرف الله متعال. در مرحله قبل، زمانی که انسان توبه می کند، عرض کردم که توبه یعنی باز آمدن از گناه،
پشیمان شدن بر گذشته، دست کشیدن از گناه و تصمیم اصلاح در آینده و اعمال خیر انجام دادن در آینده. وقتی که انسان از گذشتهش پشیمان شد، از گناه دست کشید و ندامتی سراغ اون آمد، برای این که جبران مافات بشود لازمش این است که انسان یک رجوع همه جانبه‌ای به طرف الله متعال داشته باشد و تمام قدرت و استعدادش را در این زمینه به کار ببرد که گذشته خودش را جبران بکند تا جایی که میتواند پایبند دستورات الله متعال باشد. الا من تاب و آمن و عمل صالحا. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. بعد از توبه ایمان هست، همراه با ایمان عمل صالح هست. پس بنابراین برای پخته شدن توبه و برای کامل شدن توبه بعد از توبه انابه هم لازم هست. توبه کردن از گذشته همراه با ایمان اعمال خیر را انجام دادن. الله متعال می‌فرماید که الا الذين تابوا و اصلحوا، آنهایی که توبه کردند و اصلاح کردند، یعنی در آینده کارهای خیری را انجام میدهند به خاطر جبران مافات و جبران گذشتهشون. توبه کردن صرفاً این که انسان توبه بکند و بیکار بنشیند چندان سودی را ندارد، بلکه توبه انسان همراه با عمل باشد. انسان همراه با ترک مکروه یعنی ترک گناه فعل محبوب هم داشته باشد، یعنی اطاعت و بندگی هم بکند، از گناه پرهیز بکند و در کنار آن طاعت و بندگی را انجام بدهد. تخلی از معصیت و تحلی به طاعت، یعنی از معصیت دور بشود، خودش را خالی بکند و خودش را آراسته بکند به اطاعت و بندگی الله متعال. برای این که این رجوع و انابت یک انابت درستی باشد، در راستای اصلاح ما باشد، 3 چیز در این زمینه لازم هست. نقطه اولی خروج از تبعات، یعنی تبعات گذشته، عوارض گناهانی که انسان در گذشته انجام داده و درد کشیدن، ناراحت شدن و غمگین شدن به خاطر لغزش های گذشته و استدراک فائتات، یعنی مواردی که از دست انسان در واقع در رفته. وقتی که انسان از تبعات خارج بشود، یعنی با توبه کردن با گناهان و همراه با توجه بر اثرات، یعنی دردمند شدن به خاطر گناهانی که انسان انجام داده و ناراحت شدن به گناه، 2 جنبه دارد. یکی این که انسان به خاطر لغزشی که خودش انجام داده و گناهی که خودش انجام داده ناراحت بشود، قلبش به درد بیاد که چرا من امروز این گناه رو انجام دادم، چرا باید این گناه و معصیت از من سر بزند و حسرت بخورد و ناراحت بشود، قلبش به درد بیاید که چرا من این گناه رو انجام دادم. این ناراحت شدن بر گناه و احساس حزن و اندوه کردن و دردمند بودن، این دلیل بر خالص بودن انابت هست. وقتی که قلب انسان قلب زنده‌ای باشد، احساس می کند که من گناهی را انجام دادم و از این گناه احساس درد می کند. و نقطه دومش این است که انسان نه تنها برای گناه خودش گریه بکند و ناراحت بشود، بلکه برای گناه دیگران هم انسان باید ناراحت بشود. از این که برادر مسلمان شما دچار گناهی شده، شما نباید خوشحال بشوید، نباید شادمان بشوید که فلانی دچار گناه شده و معصیتی را انجام داده، بلکه شما باید ناراحت بشوید. و استدراک و جبران مافات به خاطر و به وسیله طاعت هست و انجام تقربات و امتثال دستورات الله متعال و خصوصا این
عمر باقی مانده‌ای که برای انسان باقی مانده. و همچنین 3 نکته دیگر در این زمینه مهم هست که انسان باید در نظر داشته باشد، یعنی به عنوان یک عهد و پیمانی باشد برای استمرار این انابت، برای همراه داشتن این انابت و این رجوع و این احساس و عاطفه را که انسان همیشه این را در قلب خودش احساس بکند. نکته اول، آزاد شدن از لذت گناه، آزاد شدن و خلاصی یافتن از لذت گناه. دوم، ترک سبک شمردن اهل غفلت، یعنی با دید حقارت نگاه نکردن به انسانهایی که دچار گناه هستند. و نکته سوم، دقیق شدن در عمل خود. عملی که من انجام دادم بسیار با مراقبت و با دقت باید نگاه بکنم که چه خلل و اشکالی رو دارد این عملی که من انجام دادم. وقتی که انابت انسان یک انابت صحیح و کاملی باشد، یک رجوع کامل و همه جانبی باشد که ما به طرف الله متعال باز بگردیم، این رجوع انسان را از یاد آوردن و به خاطر آوردن لذت گناه انسان را دور می کند. یعنی این که گناهی را که شما در گذشته انجام دادید اگر الان به خاطرتان بیاد اظهار خوشحالی نمی کنید، اظهار لذت نمی کنید که چه خوب شد که اون گناه را من انجام دادم، عجب لذتی داشت اون گناه، بلکه برعکس، وقتی که انابت صحیح باشد، به محض این که گناه به خاطر شما بیاد که من در فلان روز و فلان سال فلان گناه را انجام دادم، قلب شما به درد می آید که چرا من باید چون این گناهی را انجام بدم. ناراحت می شوید از این که گناهی رو انجام می دادید. آرزو می کنید که کاش که من فلان گناه رو انجام ندادم. این را مطمئن باشید تا زمانی که لذت گناه گذشته در قلب شما وجود دارد، بدین معنی هست که انابت و توبه شما توبه صادقانه و انابت کاملی نیست. زمانی این انابت کامل می شود که لذت گناه گذشته از قلب شما بیرون برود و به مجرد یاد آوردن اون گناه در قلب شما درد ایجاد بشود و ناراحتی و غم ایجاد بشود. علامات انابت همان گونه که عرض کردم، یکی ترک استهانه و تحقیر دیگران هست. کسانی رو که گناهی رو انجام دادن، شما بر دیگران نباید ببالید، افتخار بکنید، فخر بفروشید که من که مسلمانم، من اهل نمازم، من انسان رستگاری هستم، من انسان پایبندی هستم، فلانی و فلانی رو نگاه بکن که دچار گناه هستند، انسانهای حقیر و پستی هستند. خیر، در کنار این که خوشحال هستید که عبادتی رو انجام دادید، امیدوار رحمت الله متعال هستید برای خودت، برای دیگران هم ناراحت باش که گناهی رو انجام میدهند. آنها رو حقیر نپندار، آنها رو از رحمت الله متعال دور نپندار، چه بسا که آنها توبه بکنند و مقامشون از مقام تو بالاتر برود. صرفاً این که یک انسانی رو شما میبینید که دچار یک خطا شده و گناهی رو انجام میدهد، این دلیل برتری تو بر اون نیست و دلیل حقارت اون نیست. تو هم یک زمانی گناهی رو انجام میدادید، اما الان الله متعال بر تو لطف کرده و توبه کردید، چه بسا این انسان هم توبه بکند. پس بنابراین برای خودت امید نجات رو داشته باش، امید قبولی طاعات رو داشته باش و برای برادرت هم امید توبه رو حتما باید داشته باشی. و نقطه دیگر که عرض کردم که مراقب بودن اعمال خودمان، که باید مراقب اعمال خودمان باشیم. یعنی عملی را که من انجام دادم، نمازی را که من خواندم، روزه‌ای را که من گرفتم، هر عمل خیری که هست، اینو باید با دقت من نگاه بکنم که این عمل آیا مشکل شرعی ندارد، آیا این عمل نقص و ایرادی رو ندارد، آیا همان گونه که الله و رسول از من خواستند من این عمل رو انجام دادم، آیا نیت من در این عمل صادقانه بوده برای الله متعال. از این عملی که ما انجام میدهیم تا زمانی که این عمل رو انجام بدهیم، در حین انجام عمل
و قبل از انجام عمل باید قلب خودمان را مراجعه بکنیم، ببینیم که در قلب ما چه حالتی وجود دارد، چه نیتی وجود دارد و تا زمانی که این عمل که ما انجام دادیم به الله متعال برسد مراحل متعددی وجود دارد، مهلکه های متعددی وجود دارد. اهم از این که امکان دارد انسان دچار غفلت بشود، دچار کبر بشود، دچار غرور بشود، دچار ریا بشود. تمام اینها اعمالی هست و مواردی هست که سبب می شود که کارهای خیر ما به الله متعال نرسد. پس بنابراین باید خیره بشویم به اعمال خودمان که آیا اعمالی که ما انجام دادیم اعمال درست و صالحی هست. این یک عهد و پیمانی باشد بین ما و بین پروردگار ما که ما خودمان را از لذت گناه دور بکنیم. یعنی هرگاه که گناه گذشته به ذهن ما میاد احساس لذت و احساس شادمانی نکنیم. دوم این که اهل گناه و معصیت را حقیر نپنداریم و بر اونها فخر نفروشیم. سوم این که عمل خودمان را که انجام دادیم با دقت نگاه بکنیم و اگر اشکال و ایرادی دارد اشکالها و ایرادهایش را برطرف بکنیم. و نکته دیگر که برای این که حال ما بر این منوال باقی بماند، این انابت برای ما کاملا ادامه پیدا بکند و احساس آرامش بکنیم از این انابت و از این توبه‌ای که انجام شده، 3 نکته مهم هست. نکته اول این که انسان باید از عمل خودش ناامید بشود و این را لطف الله متعال بداند. ناامیدی از عمل خود و احساس کردن لطف پروردگار که ما را توفیق داده که این عمل را انجام بدهیم و دیدن الطاف الله متعال. زمانی که انسان از عمل خودش ناامید هست و امیدوار رحمت الله متعال هست، به خاطر عملی که انجام دادی بر دیگران فخر نفروش. این صرفاً لطف و عنایت پروردگار بوده به تو و اگر خواست و مشیت الله متعال نمی بود تو موفق نمی شدی که این عمل را انجام بدهید. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که لن ینجی احدا منکم عمله، هیچ کسی از شما را عملش نجات نمی دهد. سوال کردند که یا رسول الله حتی شما؟ ایشون فرمودند ولا انا، حتی من، الا ان یتغمدنی الله برحمت منه و فضل، مگر این که من مشمول رحمت الله متعال باشم. پس بنابراین اعتماد ما باید بر رحمت الله متعال باشد، نه بر عملی که انجام دادیم. و این را در نظر داشته باشیم که الله متعال به ما توفیق عمل داده، نه ابتکار ما. و این نقطه رو در نظر داشته باشیم که این صرفاً لطف الله متعال هست که ما توانستیم این عبادت رو انجام بدهیم. اگر ما این شرایط رو در نظر داشته باشیم و این نکات رو عملی بکنیم، ان شاء الله که انابت ما و توبه و رجوع ما به طرف الله متعال یک انابت و رجوع کاملی خواهد بود و آثارش را در زندگی خودمان حتما خواهیم دید و منجر خواهد شد ان شاء الله اگر بتوانیم این رو ادامه بدهیم و تا لحظه مرگ همراه داشته باشیم که در آخرت ما را هم ان شاء الله مشمول رحمت الله متعال قرار بدهد و سببی بشود از اسباب مغفرت و سعادت دنیوی و اخروی. تا برنامه دیگر و مطالبی دیگر که در خدمت شما عزیزان خواهم بود، شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.